مقام عظما مجلس جوان حزب اللهی را انداخت قاطق نونش بشه بلای جونش شد. این چه افتضاحیه؟ ظریف وزیر خارجه نظام تو مجلس میگه مقام عظما به من گفته شجاع، صادق، الوبل. بعد اعضای مجلس مقام عظما به 100 زبون میگن ایشون غلط کرده، زبونم لال شکر خورده. یه حرفای دیگه هم میزنن آقای دکتر که من خجالت میکشم بگم. ظریف خیلی ظریف میگه شما بیشعورین که حالتون نیست هممون با هم توی کشتی در حال غرق شدنیم، ولی خودش بیشعورتره که حالش نیست همین غرق شدن رو نباید بگه. اونا هم که اینو سیب زمینی نگاش میکنن به جای اینکه با پشت دست محکم بخوابونن تو دهنش که معنی بیشعور تو مغزش حک بشه. های دکتر دعوای ظریف و مجلس واسه عضوا شد توف سربالا. این مشنگا چرا به ظریف فوش میدن؟ خب خودشون که مجلسن تصویب کنن از امپیتی و برجام همه اینا بزنیم بیرون. خوش به حالت با این سطح فهم استراتژیکیت. اختیار دارین آقای دکتر، زحمات شما بوده، کمال همنشین تو من اثر کرده که منو رسونده به اینجا. تو نرو، شاید این گردویی که الان داری با دنبت میشکنی آخرش تلخ در بیاد. میگم خوش به حالت با این سطح ضایع فهم استراتژیکی که فرق هارت و پورت و افه خالی رو با حرف جدی تو سیاست نمیفهمی. کاش منم عین تو راحت بودم. قربونت برم الهی، قپی الکی رو اگه یه جایی بیای که همه وایسن نگات بکنن که خب دیگه نمیتونی سرخر هر موقع خواستی کج بکنی که. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که مشنگی رفته اون باشگاه یک مرسی هیکل 120 به بالا اومد گفت داشت اون دنبل 50 کیلویی رو لازم داری. این مشنگم اومد افه بیاد جلو اون بقیه که داشتن نگاه میکردن گفت آره داشت میخوام بزنم. اونم گفت باشه، رفت همون کنار نشست دست زیر چونه ببینه که این میزنه یا نه. غضبناک هم نگاه میکرد که اگه نزنه فکشو براش بیاره پایین. هیچی دیگه، طرف با جون کندن 2 تا زد. خلاصه هرچی مریضی آرنج و مچ و اینا تو کتابا هست گرفت ولی فکشو حفظ کرد. آره حالا یه کمی بیخیترش رو به مسئله نگاه بکنی برای تعریف میکنم. تو این جنگ و دعوای مجلس که همدیگه رو ضایع نمیکنن که این فک عضواست که رفته زیر بار، زبونا دراز شده. یه بار خوینیا حال عضوا رو میگیره میکنه تو شیشه، یه بار اون صدیقه وسبقی با آرنج میذاره تو پهلوی عضوا که بگه هه اینجوری بشه. کار رسیده به جایی که پسر حائر شیرازی هم جفپا میره تو شکم مقام عظما. ناکس با اون مقاله اگر من رهبر بودمش که صاف صاف میگه عظما باید بیاد بگه غلط کردم تا بتونه ادامه بده. مار که پیر بشه های دکتر قورباغه براش کری میخونه. برم سر موضوع بعدی. برو ببینی. این تابستون شده فصل ترکیدن هرچی کپسول گاز و اکسیژن و ایناست. هفته پیش تا حالا 5 تا ترکیده. فقط نمیدونم چرا همش تو محلهای حساس و سری نظام میترکن. شم استراتژیکی من بهم میگه یه کاسه زیر نیم کاسه هست. یه نیم کاسه ماست بخوری با این شمت. تو خیلی باید خودت مواظبت بکنی که نچایی ها. ناکس تو یه هفته 5 جامونو زدن و تازه میگی نکنه کاسه زیر نیم کاسه باشه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که البته در مثل مناقشه نیست. ممنون که مناقشه نیست. میگفتن که مشنگه اومد خونه دید همه دارن گریه میکنن. گفت چی شده؟ گفتم بابات مرده، لباسیاتو بپوش بریم خاکش بکنیم. گفت غلط نکنم یه چیزی شده شما نمیخوای به من بگینا. روشن شد یه همچی بزنم که با لباس سیاه بری بیرون. آیه دکتر ما که میدونیم این بخورا و بچاپا ورشکستگی اقتصادی یک قدم اونورترش میشه همین داستانی که نمیخوام اسمش بیارم آبان 98 بعد چرا مقام عضو از اون پولایی که قایم کرده خرج نمیکنه که این اقتصاد بیمار رو به موت و سرپا کنه؟ برم تو رفتی توی یه ورود ممنوع بدجوریا، همه جور پولی رو واسه حال این مریض میشه خرج کرد الا اینجایی که اسمش آوردی که باید خیلی مواظب باشی یهو منصوری نشی. ها مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن مریضه. گفت دکتر با این اوضاع داغونی که دارم چیا رو میتونم بخورم؟ دکتر گفت هر چی بخوای میتونی بخوری الا پول ویزیت من که مرگ ناگهانی واسط میاره. آی دکتر این ناکسا کدوم ناکسا؟ ناکس که الان زیاد داریم دور برای خودمون.
نیروهای نیابتیمون تو منطقه رو میگم. خب. این ناکسا این همه پیگیری میکردن که وضعیت موشکی نظام چطوریه. آره. الان که سپاه زرتش قمصر و نطق نمیتونه بکشه، چرا یکی از اینها جیگر نمیکنه دوتا موشک بگیره و برامون بزنه؟ اون پیگیری که اینا میکردن واسه این بود که خیالشون تخت بشه که هنوز یه چیزی داریم که مواجبشونو بدیم. واسه خود موشک که نبود که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن طرف رفت بقالی، گفت آقا صابون داری؟ طرف گفت آره دارم. گفت خب پس دستاتو با صابون بشور 1 کیلو پنیر بده من. گفتشون بشه این همه خرجی که براشون کردیم، این همه دلار بی زبون 20 خورده هزار تومانی براشون فرستادیم، الان که روزشه 2000 کمکمون نمیتونن بکنن. اصلا اسم این مشنگا رو نیار، اسمشون رو که میاری دندونام گزگز میکنه. هر کدومشون تکی برای ضایع کردن کل نظام کافی هست. وای به اون ترکیب مردشون بردشون. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهموندن طرف کارت دعوت مهمونی فرستاد، نوشته بود سروران گرامی حاج حسن علی و خانواده محترم به جز اون پسر وسطی اصغر الدنگ. خاک تو سرتون با اون بچه بزرگ کردنتون، اصلا هم نمیخواد بیای مهمونی. دکتر بعضی وقتا دلم میخواد با دکترین پدر بزرگم برم سراغشون. چی بوده؟ یه بار خیلی مریض تو خونه افتاده بودم که یهو پدر بزرگم با تفنگ ساچمه اومد تو به بابام گفت اگه زیاد زجر میکشه بگو خلاصش تو کنم. الان نمیخواد فکر خلاص کردن اونا باشی، اونا خودشون دارن خلاص میشن. آیا دکتر پایان برنامه رو اختصاص بدیم به صحبت‌های بن‌بست شکن و راهگشای مقام عظما. کدوم صحبتاشون بن‌بست شکن و راهگشا نداشتیم؟ نمیدونم، منتظر بودم شما بگین کدوم صحبتاشون. من خیلی وقت صحبت ایشونو گوش نمیکنم، زخم معدم عاد میکنه. آیا دکتر وضعیت نظام من برات خلاصه میکنم و سربسته میگم. وضعیت اینطوریه، گذشته‌ای که حالشو گرفته، آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نمونده، حالی که حال همه رو به هم میزنه. آیا دکتر شما خودتون رو بذارین جای مقام عظما، یکی بیاد یک چنین راه حل ناکس مگه من مریضم الان خودم رو بذارم جای مقام عظما؟ این همه جای زمین بهتر از حال ضایع آینده کردن گذشته